سلام دوستان، با کانال نیکاتاپ خوش آمدید. بخت در زندگی چیزی خوب است و اگر آدم خوشبخت باشد تمام حادثه‌های زندگی با فایده اش خواهند بود و در نتیجه زندگی خوبی را خواهد گذرانید. آدمان زیادی هستند که با بخت یا که شانس باوری ندارند، اما در جهان حادثه‌هایی روی می‌دهند که آدم با بخت باور می‌کند. در این ویدیو صحنه‌ای را تماشا می‌کنیم که بخت آدمان بلندی کرده است. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک موندن را فراموش نکنید. قپیدنی پرنده. وقتی گپ درباره شکار و شکارچی می رود در ذهن ما اسلحه، تیر و یا کمان پیدا می شود، یعنی وسیله هایی که در شکار از آن استفاده می برند. اما آدمانی که شانسی بلند دارند حتی با دست خالی هم شکار کردن می توانند. سرعت دست این مرد خیلی زیاد است و مثل خرسی که در درون آب ماهی را با دستش می‌قپد، این مرد پرنده را در هوا می‌دارد و این پرنده بیچاره از بدبختیش گرفتار دست این مرد می‌شود. در این روز معمولی کسانی که طرفدار ماشینچه‌های پولدار هستند، هنر راندن و کنترل کردن این ماشینچه‌هایشان را به دیگران نشان داده ایستادند. اینجا یک مرد دیگر هم هست که با نجات دخترش توجه همه را به خودش جلب کرده است. این مرد که مایکه سفید دارد پدری آن دخترچه بوده است و با یک عکس‌العملی خیلی زود از زدن ماشین بر روی دخترش پیشگیری می‌کند و همین خاطر می‌گویند که پدران قهرمانند. وقتی پیش از کار مسئله های محافظتی را رعایت نکنیم، پس حتما در وقت کار آسیب دیده حتما جانمان به خطر می افتد. اما بعضا وقتی رئیسان بلندی می کند و از دادگاه و یا زندان خلاص می شوند. اگر من در جای این زن می بودم حتما رفته یک بلیت لاتاری می خریدم، چون که با این بخت بلند حتما لاتاری را نیز برد می کردم. چنانه که دیدید این درخت کلان و وزنین در فاصله فقط چند میلیمتر از بالای سر این زن می گذرد. در حقیقت بخت این زن خندید و زیر درخت نماند وگرنه روی اسفالت می چسبید. اگر تا حال توپ به سر و رویتان زده باشد میدانید که چقدر درمند است و بهتر است که آن را هیچگاه تجربه نکنید. اما تصور کنید که توپ بیسبال که با سرعت زیاد پرتاب می شود به سرتان زند. و فکر من گریه کمترین کاری است که در آن لحظه خواهیم کرد. اگر روز به تماشای این بازی رفته در قطار پیش نشینید و اگر نشستید احتیاط کنید و مثل این مرد بخت بلند داشته باشید. این مرد بختش می خندد و توپ از بر رویش در فاصله چند میلیمتر گذشته با کتفش می زند. اما همه مثل این مرد شانسی بلند ندارند و برای همین حتما شما احتیاط کنید. با فکرم این حادثه از روی فیلمی مقصد نهایی تکرار شده باشد و اما در آن فیلم مرد در این حادثه می میرد. معلوم نیست که این حادثه کی روی داده است، اما اگر صاحب ماشین ببیند که با این اره کلان ماشینش به چه حال آمده است، پس چهره او را باید ببینید. شاید او نمیداند که به خاطر زنده ماندنش خرسند شود و یا به خاطر ویران شدن ماشینش زیقی کند. شاید شما هم در وقت راندن ماشین از پیشتان این پرنده های کوچک و خیره برآمدند که تا به آنها نزدیک نشوی از پیش ماشین نمی پرند. این پرنده هم خیرگی را به حد آخر رسانیده است و در خط یکم نشسته است و تا لحظه آخر از جایش نمی جنبد. در وقت پریدن هم در اثر شمالی ماشین با پشت به زمین می افتد. جالب است که صدای بلند این ماشین ها او را نمی ترساند و با خاطر آسوده در بین زمین مسابقه استراحت کرده ایستاده است. پرتافتن توپ سه بالا کاری سخت است، مخصوصا اگر برای این کار مشق نکرده باشی. حتی بسکتبال بازان ماهر هم بعضا این کارو کرده نمی توانند و توپشان به تور نمی افتد. اما بعضی آدمانی هستند که با یک دست و یا با چشمان پوشیده هم این کارو کرده می توانند. باور نمی کنید؟ پس شناس شوید. شان گارگر او یک خبرنگار ورزشی است و برای تیار کردن یک گزارش به زل رفته بود و خواست در نزد بسکتبال بازان و تماشابینان بختش را سنجد.
شان با بخت بلندش خودش را میسنجد و پرتابی 3 بله را به انجام میرساند. حالا وقتی آن رسیده است که با گروه اعضا شده بسکتبال بازی کند، چون که او در بین خبرنگاران حیف شده ایستاده است. بعضا ویدیوهایی میبینیم که نمیدانیم از بخت بلند آدمان تعریف کنیم و یا به خاطر خوشبختیشان ناراحت شویم. مثلا صاحب این ماشین خوشبخت بوده است که بعد فروروی زمین ماشینش به چقوری افتاده است، اما باز به قدر بدبخت بوده است که مخصوصا زمین زیر ماشین او فرو رفته است. این حادثه تابستان سال 2020 در امریکا روی داده است. یک قبار آب در زیر زمین ترکیده است و در نتیجه اسفالت شکسته به پایان فرو رفته است. خوشبختانه توانستند ماشین را صحت و سلامت از آنجا برآورند. برای ماشین های کنارش هم حادثه روی نداده بود. این حادثه نشان می‌دهد که صاحب این ماشین در اوج بدبختی خوشبخت هم بوده است. بعضا با دیدن افتادن و شکست خوردن آدمان ناراحت میشویم، اما این صحنه برعکس است و از دیدن افتادن او خرسند میشویم. البته خرسندی ما به خاطر افتادن این جوان نیست، بلکه به خاطر حادثه است که بعد آن روی میدهد. بله، چنانه که دیدید با اسکیتش کاری جالب و دیدنی کرد. شاید کسی گوید که آنها پیشکی مصلحت کرده این کارو کردند، اما چی طور؟ من باور نمیکنم. در این صحنه نه جوان آسیب دید و نه به کسی آسیب رسانید. به عذاب وجدان ممکن است که به این صحنه بخندیم. بعضی حادثه ها هستند که خیلی کم دیده می شوند. هرچند این حادثه به مسئله خوشبختی دخل ندارد، اما دیدن این صحنه 1 در میلیون روی می دهد و نباید از دیدنش غافل شوید. بند کفش این دو بازیگر که در لحظه حساس بازی به هم دیگر می دویدند با یکدیگر محکم شده باعث افتیدن هر دوی آنها می شود. با فکرم خوششانس ترین آدم این صحنه دروازه‌بان بود که با آسانی توپ را قپیده توانست. اگر شما به جای داور می بودید کدام یک از این فوتبال بازان را گناهکار می دانستید؟ جای جایلا یک گوشتینگیر امریکایی است که در ویکی‌پدیا اگر نامش را نویسید می توانید تمام موفقیت ها و جایزه هایش را ببینید. جای نیز در عمرش یکی از لحظه های خوب را که در اون بختش بلندی کرده است را تجربه کرده است. شاید باور نکنید که او با کرسی چنین رابطه نزدیک داشته است و در پرتاب کردن آنها مهارت خاصی داشته است. این صحنه توسط طرفدارانش ثبت شده است و همه این مهارت فوق العاده جای را ستایش کردند. دوباره به زمینی بیسبال برمیگردیم، اما این بار درباره خوششانسی تماشاگران نمیگوییم. این بار حادثه برای بازیگران روی داده است. چنانه که میبینید او 2 توپ را یک جای میزند. اگر به او 2 چوبچه دهند خدا میداند که او چی کارها خواهد کرد. این زن گویا که وندر وومن باشد. این زن یک خبرنگاری آذربایجانی است و وقتی این ورتلیاتی کلان در فاصله چند سانتی متر از نزدیک سرش میگذرد حتی از جایش نمیجنبد. شاید اون نفهمید که چی گپ می شود، اما اگر فهمیده باشد و باز هم با دل و گرده به قوتش از جایش نجنبیده باشد پس شیر مادرش حلالش باد. شاید فیلم هایی را که در آن اکولا به آدمان حمله میکند را دیده باشه، اما با فکرم این مرد این گونه فیلم ها را تماشا نمی کند، چون که در درون آب در آمده آبازی دارد که آنجا اکولا ها میگردند. اما خوشبختانه این اکولا گرسنه نبوده است. تشکر دوستان که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. برای به خبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما با کانال ابونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.